خب حال سوال سعی کنین روزه خلاص شد. شما حالا سوال کردین نه چند روز مانده؟ 6 7 روز مانده. شما این سوال قبل از رمضان یادم اول میکرد. استاد روزه بالای پسر چند ساله فرض میشه؟ 15 را که تکمیل کرد فرض است. غیر از او دیگه علامش احتلام است. اگه شیطان بازیش بته در اون صورت هم بالغ شده. اگه 14 هم باشه یا موهای خشن در زیر نافش بیرون شود در اون صورت هم بالغ میشه. یا خانم باشه مریضی ماهوار است. یعنی سال چند ساله 15 که پوره خوشحاله حتما باید بگیرد. به خاطر که ما در اروپا زندگی میکنیم اینجا روزه 15 ساعت 15 ما در جایی که ما هستیم 16 17 است. و بچه های ما میگه یکی 15 ساله دیگرش 15 سالش باید بگیره. 13 سالش که است و نگاه سن چی نیست، اما اگر نگاهی که جوانی دیگه علاماتش که گفتم شیطان در بازی داده باشه یا دیگهش که گفتم او باشه باز او هم بالغ است. او نخواد بالغ باشه 15 تانه است. من میخوام که ارتوش روزه رو مکمل بگیرم. خوب است که او اولش ای را عادت بده، اما پدرش میگه که خوردن مشکل نیست. پدرش پرسان کنه حالا خورده و کلانی خود بدل انسان نیست که یک روز با 2 روز را بخوردن لطفا انسان که یک روز یا 2 روز را خوردن لطفا خواهمای مامی اون 15 سالش گناه کرده که خورده، پدرش اشتباه کرده و علما از پرسان کنن باید. و تا حال پسر 15 ساله هم 4 روز را نگرفته، این خوب گناه کرده. و 13 ساله هم 10 روزش را نگرفته. البته 13 ساله هم یک روز میگیره یک روز نه. خود شاید 13 ساله که بالغ نباشه همین خوب است که عادت شده یک روز بگیره یک روز نه، اما 15 ساله گناه را مرتکب شده کیست. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر سوال کرد میگه یک دوستشون بوده یا کی بوده که این قبلا شرک مرتکب میشد، پیش آقا میرفته از قبر یا مدد میخواسته به خاطر اولاددار شدن. خو شرک است، کار کرده و شرک مرتکب شدگیست. باز گفتین که حال نمیکنه، پشیمان شدن. پشیمان کشه توبه. باز گفتین توبه نکردن. این توبه خوبه. توبه اینو میره میگه که پشیمان شوی دیگه او کار نکن. با زبانم بگوی خوب استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی. زیاد استغفار بگوی توبه کنه الله میبخشه. خب ان الله لا یغفر یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. این برای کسایی است که توبه نمیکنه. الله شرک نمیبخشه، ماسوای زیر میبخشه. اما کس توبه کنه الله توبهش قبول میکنه. قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. الله می بندایی که اسراف کردن شرک کردن از رحمت الله ناامید نشان توبه بکنه الله کلی گناه را میبخشه. توبه مثل پشیمانی دیگه او کار نکنه، دیگه پیش آقا و عقیده را نداشته باشه الله میبخشه. همین که گفته پشیمان شده نمیکنه همین خودش توبه است. اگه باز رفت اونجا اما عقیده را داشت باز توبه نکرده. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. کسی علمای حق یهود نصارا بگه تکفیر میکنه. این تکفیر کردن خودش کافر میشه. در این باره حدیث است که پیامبر میفرماد صحیح مسلم من اکفر رجلا مسلما فان کان و الا فهو کافر. اگر خود کس تکفیر میکنه یک مرد مسلمان، اگه او باشه خیر، اگر کافر باشه گناهگار نمیشه، یعنی خودش کافر میشه، بسیار گناه کلان مرتکب میشه. ما بعضی میگه یا وابی مثل یهود نصارا یا یهود نصارا بدتر ای تکفیری است یا خود کافر میکنن. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. یا آیاتی که میگه جعل کاری شده حدیث اگر میگه ضعیف و است خوب صحیح و ضعیف داره و تحقیق شو برش گفته شو. اما آیت اگر میگه جعل بگوی خواهد قرآن است. اگر در معنایش مشکل داره که میگه این معنا نیست گپش جداست. اگر بفهمه که این معنای آیت و این آیت قبول داره در قرآن، آیت قرآن بگوی جعل شده و کافر میشه. اگر نه که در معنایش دیگه بگوی نه این معنایش نیست و گپش جداست و باید برش فهمانده شود. اسلام یعنی چی؟ اسلام یعنی تسلیم شدن، منقاد شدن به حکم و دستور و فرمان الله که قرآن است و حدیث پیامبر. این را قبول کردن، احکامش در زندگیت یقین کردن و عملی کردن، اینه میره اسلام میگه. اسلام اینه میست. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. این آیاتی که میگه جعل کاری شده حدیث اگر میگه ضعیف و است خوب صحیح و ضعیف داره و تحقیق شو برش گفته شو. اما آیت اگر میگه جعل بگوی خواهد قرآن است. اگر در معنایش مشکل داره که میگه این معنا نیست گپش جداست. اگر بفهمه که این معنای آیت و این آیت قبول داره در قرآن،
آیت قرآن بگویی جل شده و خود کافر میشه. اگر نه که در معنایش دیگه بگویی نه این معنایش نیست و گپش جداست و باید برش فامانده شده. شب قدر گفتن چه وقت است؟ شب قدر امی شبای تاق رمضان است. همین شب 23 همین شب هم کسایی که روز شنبه گرفتن این شب 23 شب قدر. دیگه شب 25 یا این شب باز شب 27 شب 29. امی پیامبر صلی الله علیه و میفرماد حدیث بخاری تحروا لیلة القدر فی العشر اواخر من الوتر. در روز اخیر روزای تاق شب قدر رو طلب کنید. یعنی این شب هم عبادت کنید. شب 25 هم شب اگر هر شب بکنین نانوز خوب زیاد دعا کنین، نماز بخوانین، قرآن بخوانین. استاد درباره کتاب منظره مرگ پرسان میکنه. من خواندنش خوب است یعنی منظره مرگ است گپای ضعیف زیاد داره. خب دیگه ضعیف زیاد است. اگر بخوانین به خاطر ضعف انسان عبرت بگیره خوب باشه. خوب با کل گپایش ثابت نیست یعنی. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الحمدلله خوب هستم. عرض کنم که عقیده سلفی را برای ما بگید و تعریف کنید. سلفی خو عقیده شما چیزی است که صحابه پیامبر سم داشت. قرآن تابعدار میکنه، وحی را و آنچه که پیامبر سم توضیح دادگی است. آنچه که الله گفته و رسولش و صحابه کدام فهم کردن از قرآن سنت الله متعال و اونا را اعمالشان و عقیدهشان تایید کرد. یا با منهج قرآن سنت از هر عالم احترام دارن، هر مجتهد و گپایش که مطابق وحی باشه قبول دارن. کدام اجتهادات مجتهد یا یک عالم که مخالف قرآن سنت باشه قبول ندارن. این باز علمای بزرگ دارن، مجتهدین دارن دیگه. همین نماز جمعه است فعلا دوستا به خاطر نماز جمعه آمادگی میگیریم. بعد نماز جمعه انشاءالله با سوالا رو جواب میدیم. حال دیگه آمادگی روز جمعه است خطا نشه. انشاءالله سوالا جوابش بعد نماز میشه. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سوال کردم برادر ما فرمان الله که استاد محترم سوال یک شخص معین را مرجع یا فاسق گفته میتونیم یا نه؟ خب شخص معین دیده شود که اعمال ارجاع یعنی دو وجود داره یا نه. اگر داره میدانه نمیدانه. بعضی کساست که نمیفهمه که این عقیده مرجع است، یعنی فکر میکنه که عقیده اهل سنت است. بنان وقتی که فهمانده می شود که عقیده مرجع است اول فهمانده شود نرمش می است. بعد از او باز اگر بود باز بود تو برش میگه که عقیده مرجع است. یعنی مرجع خب بسیار واسع است که چندین صفت ها دارن اونا کلش در اون موجود شود. در این مسلمان های فعلی کل صفت های مرجع موجود نمیشه، بعضش میشه. بعض صفت ها موجود و بعض که از باز برجبور که این افکار ارجایی است و این افکار خوب نیست و افکار ضاله است. فاسق هم فسق مرتکب شد اول دعوتش بده بفهمانش که اصلاح شود. باز اگر نشد بعد از اون باز میتونی بگوی. اگر اول شما یک کسی را فاسق چی میگنی خلاف دعوت است، یعنی این دعوت را رو تاثیر نمیکنه. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الحمدلله خوب هستم. امین. سوال داشتم میگه حکم بیانه چیست؟ چیزی را که بیانه میدن اگر بخره در پولش حساب میشود، اگر نخرد چیزی را که بیانه داده پولی که بیانه داده بر نمیگرده و برش میگه پولت سوخت پس نمیده پولش را. جواز دارد یا خیر؟ جزاکم الله خیرا فی الدارین و ایاکم خیر الجزا. دوست عزیز در ارتباط بیانه اختلاف علما مجتهدین است. مذهب حنفی و شافعی و مالکی اینا ناجایز میگن. یک حدیث است اما حدیث ضعیف از او استدلال میکنه که نه رسول الله صلی الله علیه وسلم عن بیع القربان، رسول الله صلی الله علیه و بیع قربان یعنی بیان دادن منع کرد. اما او حدیث ضعیف است، بلکه برعکس صحیح دیگه است که صحابه کار کرده. عمر رضی الله عنه، عبدالله بن عمر اینا و ممنوع نیست، یعنی منع نیست. اگر کسی بیانه میده از قبل که مال به دست بیاره یعنی مال دست نده مشکل نداره و صحیح همی است که بیان دادن مذهب احمد ابن حنبل هم میشه. امام احمد ابن حنبل میگه که مشکلی نداره. حدیثی که میگه من آمده ضعیف است.
سوال کردن که آیا پیروانی کردن یعنی از یک مذهب پیروی چه ضرر دارد، مثلا بدون یک مذهب دیگر مذهب را قبول کنیم اما عمل نکنیم، این مانند قبولیت می باشد یا نه؟ در اصل در اسلام مذهب گرایی یعنی نیست که در یک مذهب باشی دیگه عمل نکنی. کل مذهب فتوا را میگه. صاحب مذهب صاحب فتوا یعنی تابعداری از علما و ائمه مجتهدین. زمانی که گپشان مطابق قرآن سنت باشه از هر مذهب، یعنی ما شما میتونیم به کل مذاهب عمل کنیم، به مذهب حنفی، امام ابو حنیفه رحمت الله، مالکی، شافعی، حنبلی و کلش. ولی زمانی که گپایشان، فتوایشان، نظریاتشان مطابق قرآن و سنت باشد، یعنی مطابق وحی باشد، ما شما عمل میکنیم. تنها یک مذهب بگوییم هستیم دیگه شما تو قبول داریم، این صحیح نیست. کلش عملا قبول کنیم، با کلش عمل کنیم، یعنی هر کدامش که مطابق قرآن سنت زیرا وام از قرآن سنت اتباع کرده. حالا بسیار جایا اختلاف کردن، اشتباه کردن، در اجتهادشان خطا کردن. پس ما شما به خطاهایشان نرویم. چیزی که پذیر علما به ما شما بیان میکند که کدام گپشان مطابق قرآن سنت کدامش نیست، از امو پابندی بکنیم. و این میره اصل صحابه میطور بودن که از هر عالمی که اهل وحی می بود پرسان میکردن، یعنی مجتهد می بود. زیرا الله در قرآن میگه که فاسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، سوال کنین از اهل وحی اگر شما نمیفهمید. ذکر قرآن سنت میگه هر کسی عالمی که است، خاص نیست کی باشه. یا در قرآن الله میگه واتبع سبیل من اناب الیه، تابعداری که راه کسایی را که انابت میکنند به ما. انابت به قرآن سنت میشه. ما کدام علمایی که با ما قرآن سنت بیان میکنه و از مذاهب هم استفاده میکنه، از همون گپاش که مطابق قرآن سنت است، او صحیح است. مذاهب هم سرمایه است بر مسلمانان نظریاتشون. اما اگر یک مذهب گرفتی باز مشکلات پیدا میکنه. و علیکم السلام و رحمت الله. استاد محترم درباره عقیده معلومات عمومی برای ارائه داره. در عقیده ما درس کتاب فتح المجید جریان داره، دمو داخل شوین گوش کنین، اون صحیح تفصیلی بیان شده. عمومی مختصرش همی است که عقیده بکنی که همون 6 رکن ایمان است. ایمان بیاری. ایمان چیست؟ ان تؤمن بالله، اول با الله ایمان بیاری، با وحدانیتش، با اسماء و صفاتش، به یک اقدار عبادت و بندگی و اطاعت از قانون فقط الله است. دیگه هیچ قانون و هیچ کسی را بغیر از الله نپذیری. قانون غیر الله یا کسایی که مردم به عبادت خود دعوت میتن اونا طاغوت هستند. از طواغیت دور شوی، از قوانین غیر الله، دموکراسی، کمونیسم، سکولاریسم، دینی، هر قانونی که غیر از الله است، یهودیت، از نصرانیت، از مجوسیت، از بودایسم است، از اینا دور باش، از اینا نفرت داشته باش. غیر از الله دیگه کسی را به او سجده رکوع نکن، حاجت روا، مشکل کشا، متصرف در کائنات او را نگویی. برای الله و دستورش منقاد باشی. دوم ایمان به ملائکه است که بندهای خاص الله هستند، اطاعت بندگی الله را میکنند، از نور آفریده شدند. سوم ایمان به کتاب‌های آسمانی است. تمام کتاب‌های آسمانی که الله به خاطر هدایت بشر و این که مطابق کتاب الله زندگی کنند، دستور زندگی خود و قانون اساسی کتاب الله را قرار بدن، به او ایمان بیاری که کلان کتابات تورات، انجیل، زبور و فرقان یا قرآن است و دیگر صحیفه‌هایی که به انبیا نازل شده است. به انبیا علیه السلام، تمام انبیا را الله روان کرده است که مردم الله را عبادت کنند و تنهایی و از قانون و نظامش اطاعت کنند. 124 است. هر قدر که نبی و رسول است و کلش ایمان داشته باش، فرق در بین انبیا نکنه. و دیگر ایمان به قیامت یعنی بعد الموت، بعد از که ما میریم الله زنده میکنه انسان ها را همش و سوال میکنه از ذره اعمال ما، بعد از رفتن یا به جنت است یا به جهنم. یعنی به جنت به وجودش ایمان بیاری، به جهنم ایمان بیاری. و همین قسم دیگه ایمان به قضا و قدر. قضا و قدر یعنی که تمام اعمالی که ما شما انجام میتیم الله متعال را خلق میکنه و دومی که علم داره به همه چیزها، هیچ چیز از علم الله خارج نیست، یا همه چیز نوشته کرده، اعمال ما از قبل نوشته شده. و چهارم می که بدون مشیت الله، اراده الله کسی کار نکرده نمیتونه. الله متعال بدون مشیت اراده مخلوق هر کار کرده میتونه. و پنجم ما در اعمال خود اختیار داریم. الله متعال همه چیز را از قبل نوشته کرده است و الله میفهمید که ما چه عمل میکنیم. این قضا و قدر یعنی مختصر گفت. به این 6 رکن ایمان به الله و ملائکه، کتاب آسمانی، انبیا، قیامت، قضا و قدر. این به این چیزا ایمان داشته باشیم و به این که هر چیزی که اسلام میگه ما عمل میکنیم منقاد باشیم.
به احکام اسلام عمل بکنید. اینی را عقیده گفته باشه. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الحمدلله سلامت. حیوانی که توسط اهل تشیع زباشات خوردن هم بر سنت جایز است یا خیر؟ در این علما اختلاف کرده، اما اکثریت محققین میگن که بله. نه جایز نیست، به خاطر اهل تشیع که از غیر الله مدد میخواه، یعنی یا حسن یا حسین ها را جدروا می قبرها را وسیله جور میکنن و دیگر وحی را قبول ندارن. قرآن بسیار احکامش تعریف میکنه معنوی و احادیث هیچ قبول نه صحیح بخاری نه صحیح مسلم قبول داره. بدان ذبیحه از اینا صحیح نیست، ذبیحه از اینا استفاده نشه. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. گیشد در خانه محمد اهانت به الله سبحان توهین به الله و کرد، یعنی و پیروی از رهبر فاسق فاجر مثل احمد مسعود که از خانه بکشنش گناه داره. چه قسم اهانت به الله خود کفر است. بر رهبر ایمان آورده و حتی میگن نعوذ بالله مجبورت بر ما نان بده. میگه چرا الله ما را پیدا کرده، بیا روزی بده بعد از این کلمات کفری است که تو آدم ارتباط نگیره، که از اینا گپ نزنه. اگر دعوت میپذیره نرم دعوت بکنینش، قبول کرد نکرد دیگه خانه خوال آمده بانش وقتی که باز رفت دیگه کتیش گپ نزنه دیگه، ولی با لهجه نرم با حکمت با دلایل برش بفهمم که فکر نکنه که تو کتیزی زد و ایناد داری، برش فهمانده شد. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خواهرم سوال کرده استاد محترم در مورد اسم بهشته و اسم فرشته برای معلومات بده که نام گذاری چنین نام ها چطور از گناه داره یا خیر؟ در اسما یک اصل است که اصل در اسما اباحت است. عربی و غیر عربی انسان میتونه بانه، اما چند شرط داره. یکی که نامایی که مختص به الله سوره نمونه، مثلا الله، یا در فارسی مثلا مشهور به نامی که ماندن برای الله خدا، اینی اگر که خدا در قرآن سنت نیست خب باز هم نماند. و همی قسم الرحمن یا یعنی به الف لام که از الرحیم یعنی به الف لام نبید. دیگه نامایی که شرکی است، مثلا بندگی غیر الله است، تعبید غیر الله میشه، مثلا عبدالنبی، عبدالرسول، عبدالحسن، عبدالحسین، عبدالعباس، این چیزا نباشه. عبدالمحمد، عبدالاحمد یا شرکی است، زیرا بنده غیر الله میشه. دیگه نامهایی که معنایش فاسد است، معنایش غلط است، حرب، مره، جنگ، مثلا تلخ، و دیگه نامهایی که دلالت به تزکیه یعنی خود انسان پاک میکنه. دیگه نامهایی که از کفار است، یعنی کفار، نامهای تاریخی کفار، کلانهای کفار است یا ممثلینشان است، مثلا فیلمیاست یا ورزشی، نامهای ورزشی کافر است، نامهای رئیس جمهورایشان است. اینی نامها یعنی نامهایی که از کفار می باشد و یا نامهای غلط یا معنیش فاسد در غیر از او. دیگه نامها جایز است، عربی و غیر عربی بیشتر مشکل نداره، فرشته مشکل نداره، نام مؤنث است قدر مشکل نداره. بعضی ها میگه که فرشته مثلا ملک میگه و ملک قسم مؤنث گفته شده، خب مشکل وجود نداره. و علیکم السلام و رحمت الله. فرق بین مؤمن و مسلمان چی است؟ بارک الله فیکم. امید فرق در بین مؤمن و مسلمان اگر یک جای در قرآن سنت بیاد فرق داره، در غیر از اون مؤمن کسی را میگه که عقیدش یعنی از عقیده شروع میشه. ایمان به الله، ملائکت ها، شش رکن ایمان در وجود باشد، ایمان به توحید وحدانیت، کفر به طاغوت اینا. و مسلمان کسی را میگه که به اسلام عمل بکنه، اسلام تشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله، اقام الصلاه، ایتاء الزکات، صوم رمضان، یعنی اعمال زیادتر در اسلام استعمال میشه. پس ایمان از عقیده شروع میشه به اعمال ختم میشه، اسلام از اعمال شروع میشه به عقیده ختم میشه. یعنی یک فرقش هست. و مثل که الله متعال در قرآن گفتگیست قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا. اعراب میگه سرانشینا گفتن ما ایمان آوردیم، منافق بودن. الله برشان میگه که قل لم تؤمنوا، بگو شما ایمان نآوردیم، ولکن قولوا اسلمنا، لیکن بگوین اسلام آوردیم. اسلامی که اعمال اسلام هم مثلا انجام میدادن، نماز میخواندن، زکات میدادن، بعضی اعمال انجام میدادن. ولما يدخل الايمان في قلوب، الله ایمان در قلبتان داخل نشه، محل ایمان قلبه. پس مؤمن کسی است که عقیده‌اش صحیح باشه. مسلمان هم اما مؤمنی که تنها ذکر میشه هموز که عمل هم دو باشه. مسلمان هم است که اعمالش ظاهر زیاد است و
عقیده هم می داشته باشه. پس ایمان از عقاید است، یعنی اعمال باطنی است اسلام و اعمال ظاهری است. زمانی که فرق میکنیم تو اعمال ظاهری که دیده شد، ایمان دیده نمیشه، در قلب است، اعمال قلب است. موفق باش. دیگه وصیت فهمیدین دین وصیت و نموز با کار خیر اولاد خود و فامیلا خود دعوت میده، حکم میکنه که آخری شما پابند به دین الله باشید، مثل که یعقوب علیه السلام ابراهیم علیه السلام نه وصیت کرد اولاد خود به عبادت الله و طاعت نظام الله، دوری از طاغوت قوانین کفری. به حساب مال از سوره وصیت میکنه سلسش باید دین قرض است، قرض میگه که باید داده شو ادا شود. همیت یهودی ها نصرانی از کدام نسل؟ از نسل پدرایشان. یهودی ها و نصرانی ها دوش است، نسل یعقوب علیه السلام است، به یعقوب از اسحاق از ابراهیم علیه السلام، عربا از اسماعیل علیه السلام است. پس اصلش به یعنی پیامبرزاده هستند، ولی پس آن بیدین شدن، کافر شدن، دین الله را تحریف کردن، تغییر دادن، به خاطر دنیا خود کافر ساختن. بدترین کافرها یهود شد فعلا. دیگه الله ما شما را از اینیا نجات بتازی مردم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. و گفت سوال کردن قاضیار از برادر ما از خانه ما که استاد محترم فرق بین وصیت و دین چیست؟ دین است بخواهیم وصیت همیست که کسی نزدیک به مرگ میشه وصیت یا پیش از اون وصیت کنه، مثلا وصیت مشروع که مزینی قرضدار است، مزینی اسم یعنی مال به فلانی داده تا ثلث مال میتونه سیوم سیش وصیت کنه به غیر از ورثه و اولادای خود به تعهد بگیره از پیشان شما به دین پابند باشین. و علیکم السلام. برادر ما سوال کردن درباره سلام کردن